سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 24 از کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور، قطعه گرایلی رو با هم دیگه کار بکنیم. قطعه خیلی زیبایی هست و یه داستان جالبی داره که بهتون میگم. اگه هنوز این کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، این پست رو به اشتراک بذارید، حمایت بکنید منو که ویدیوهای بهتری رو براتون بگیرم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیوی خوب داشته باشیم. خب این قطعه گرایلی که در واقع گرایلی از کلمه ترکیب گریه لیلی تشکیل شده و تبدیل شده به گرایلی، یه داستان جالب داره که حالا نمیدونم واقعا تا چه حد واقعی هست یا افسانه‌ای هست، ولی داستانش اینه که توی یکی از روستاها رسم بر این بوده که وقتی یه دختر می‌خواسته ازدواج بکنه، تو اون مراسم عروسی داماد به نشانه اینکه بزرگ شده و مرد شده باید میرفته شکار پلنگ و این شوهر لیلی خانم که داماد بوده اون شب میره شکار پلنگ و توی جنگل بوده، برف میگیره و برف خیلی سنگین بوده. یه پلنگی رو شکار میکنه ولی انقدر برف سنگین بوده که نمیتونسته برگرده. میاد پوست اینو میکنه، پوست این حیوانو، و میره توش میخوابه شبو. اهالی روستا که میبینن داماد برنگشت میرن تو جنگل دنبالش میگردن و از دور میبینن که یه پلنگ یه جا خوابیده و اینو با تیر میزنن. وقتی که میرن نزدیک میشن میبینن که ای داد بیدار، این شوهر لیلی خانم بوده که کشته شده. خلاصه این داستان قطعه گرایلی که همون گریه لیلی هست یه همچین داستانی هست که حالا تا چه حد واقعی باشه نمیدونم. بریم که بشنویمش. این قطعه از 3 تا بخش تشکیل شده. بعد توی ردیف‌های دیگه اگر ادامه بدید و کار بکنید مدل‌های متفاوتش رو می‌بینید، ولی دقیقاً با همین فرم 3 بخشی هست. یعنی اینجا با فرم 2/4 نوشته شده، توی ردیف بعدی، ردیف ابتدایی که کار می‌کنیم، توی متر 616 اونجا نوشته شده. خلاصه اونجا هم همین حالت 3 بخشی رو داره. میریم با هم دیگه کار می‌کنیم و خیلی حالت روونی داره و به نظر طولانی میاد، ولی خب تکرار توش زیاده و خیلی هم کار سختی نداره. خب از اول نوتا رو میخونیم. نوتامون هست سل، سی، دو دو، دو دو دو، دو دو سی، سی ره دو، سی لا سل. تا اینجا رو اجرا میکنیم با هم دیگه. سل، سی دو دو، دو دو دو، دو دو سی، سی ره دو، سی لا سل. میشماریمش. یک و و دو و یک و و دو و یک و و دو و یک و دو و یک و دو و یک و. ادامهش سی دو سی لا سی، سی دو سی لا سل. دوباره همین تکرار میشه، سی دو سی لا سی، سی دو سی لا سل. اینو اجرا میکنیم روی ساز. سی دو سی لا سی، سی دو سی لا سل، سی دو سی لا سی، سی دو سی لا سل. میشماریمش. دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و. میریم قسمت بعد. یه نوت میره بالاتر، از خط سوم
میزان دوم دو ره دو سی دو سی لا سل که دوباره همین تکرار میشه. دو ره دو سی دو سی لا سل. اجراش میکنیم. دو ره دو سی دو سی لا سل. دو ره دو سی دو سی لا سل. شماره 6 از شماره 2 شروع میشه. دو او و او یک و او دو او و او یک و او دو او و او یک و او دو او و او یک و او. قسمت بعد یه نوت میاد پایین تر. سی دو سی لا سی لا سل فا. میزنیمش روی ساز. سی دو سی لا سی لا سل فا. میشماریمش. دو او و او یک و او دو او و او یک و او. قسمت بعد دو سی لا سل فا. رو سیمای زرد همین تکرار میشه. دو سی لا سل فا. میزنیمش. دو سی لا سل فا. دو سی لا سل فا. شماره 6 دو او و او یک و او دو او و او یک و او. قسمت بعد دو سی لا سل سل فا سل سل دو و یه تکرار دو میزان. آخرش هم با یه جفت سل تموم میشه. بزنیمش رو ساز. دو سی لا سل سل فا سل سل دو سل سل فا سل سل دو سل. شماره 6 دو او و او یک و او 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 دو او و او. میریم سراغ قسمت دوم. سل ره 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 دو می ره دو دو سی دو. خط اول رو اجرا میکنیم. سل ره 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 دو می ره دو دو سی دو. میشماریمش. یک و او دو او و او 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 دو و او یک و او دو و او یک و او دو و او یک و او دو و او. میریم خط دوم. سل دو 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 سی ره دو سی سی لا سی. اجراش میکنیم. سل دو 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 سی ره دو سی سی لا سی. یک و او دو و او یک و او دو و او یک و او دو و او یک و او دو و او. قسمت بعد از میزان آخر خط دوم. فا سی دو ره 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 سی سی ره دو سی لا سل. اجراش میکنیم. فا سی دو ره 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 سی سی ره دو سی لا سل. ادامهش. سی دو سی لا سی سی دو سی لا سل دو ره دو سی دو سی لا سل. بریم بزنیمش. سی دو سی لا سی سی دو سی لا سل دو ره دو سی دو سی لا سل. میشماریمش. دو او و او یک و او دو او و او یک و او دو او و او یک و او دو او و او یک و او. قسمت بعد سی دو سی لا سی لا سل سی لا سی دو سی لا لا سل دو فا سی لا سی دو سی لا لا سل سل. نه دیگه خیلی پشت سر هم بود و به هم مربوط بود دیگه. یه تیکه نوتشو خوندم. اجراش میکنیم روی ساز. سی دو سی لا سی لا سل سی لا سی دو سی لا لا سل دو فا سی لا سی دو سی لا لا سل سل. و خط آخر سل فا سل سل دو سل سل فا سل سل دو سل سل فا سل سل دو سل سل فا سل سل دو سل. شماره 6 که واضحه. دو و او یک و او 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 دو و او. میریم سراغ قسمت سوم. قسمت اول و دوم خیلی شبیه به هم هستن. یه تفاوت‌های جزئی دارن ولی قسمت سوم خیلی متفاوت میشه. نوتامون هست سل می فا سل سل فا می فا می سل سل. حواسمون باشه که میا کرون هستن. باید خرک اول پشت خرک بزنیم. اجراش میکنیم. سل
می فا سل سل فا می فا می سل سل. میشماریم 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و. خط دوم 2 می فا سل سل فا سل فا می ره دو سی. حواستون باشه که تو برگشتش رو میزان سوم می بموله، باید خرک هشتم سفید بخوره. 2 می فا سل سل فا سل فا می ره دو سی. میشماریم 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و بعد کل این دو خط تکرار میشه. بار دوم به جای این ولت 1 ولت 2 رو میزنیم. من 2 دور پشت سر هم براتون میزنم، یه دور با ولت 1 یه دور با ولت 2. تکرار میشه. میریم ادامهش. خط سوم میزان دوم سل سی دو ره دو سی لا سل سی دو سی لا سل دو. دوباره همین حالت تکرار میشه، آخرش عوض میشه فا سی دو ره دو سی لا سل سی دو سی لا سل. اجراش میکنیم روی ساز. سل سی دو ره دو سی لا سل سی دو سی لا سل دو فا سی دو ره دو سی لا سل سی دو سی لا سل. میشماریمش 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2. میریم یه دور هر سه قسمت رو پشت سر هم اجرا میکنیم که بدونید که در کل باید چی بشه و چطوری اجرا بشه. 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2. قسمت دوم. قسمت سوم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. یادتون باشه که بچه‌ها این ویدیوها صرفا برای کانال یوتیوب من گرفته میشه و اگر این رو از هر پلتفرم دیگه ای میبینید کاملا غیر قانونی و غیر اخلاقی هست. لطفا یادتون باشه حتما این کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، این پست رو با دیگران به اشتراک بذارید و به من انگیزه بدید، منو حمایت کنید که ویدیوهای بهتری رو تولید کنم. خوب و خوش باشید.